7 روز 7 ولاگ. روز اول روتین شنبه تا چهارشنبه منه. اسنپ گرفتم رفتم سر کار و دوباره دیرم شده بود. از طبقه اول بعد کلی وسیله برم طبقه سوم که عکاسی کنم و سخته کار ادمینیه. برای روشن کردن لامپ اونجا هم همینقدر ما سختی میکشیم، هی از پله برو این ور برو. اینجام که گفتم اول صبحونمو بخورم با دمپایی و جورابام و شروع کردم تولید محتوای 3-4 ساعتی درگیر بودیم و دیگه بعدش هم گفتم که بذار وسایلا رو ببرم پایین. چقدر سنگینه. ببرم بزنم سر جاشون. بعد از گذاشتن وسایلم لامپو خاموش کردم و از این جای عجیب غریب دوباره رد شدم و اسنپ گرفته بودم که برم سمت خونه. فقط اینکه این سری میخواستم یه چیزایی رو ببرم با خودم و آینه معروف محل کارم و بله من سپایمو آوردم که براتون ولاگ بگیرم. رسیدم خونه و دیدم که به به خونمون چقدر شلوغه. رفتم سمت پدر بزرگم اینا و ما یه مهمون کوچولوی جدید داریم که خیلی گوگولیه، اسمش هم لوپیه. بعد از خوردن غذا هم اسنپ گرفتم که برم سمت باشگاه و نمیدونم چرا اسنپ ها همش دیر میان دیر میکنن یا منو قبول نمیکنن نمیدونم. بعدش هم که رفتیم سر تمرین، ما یه چند وقت دیگه مسابقات لیگ داریم و تمرینمون فشرده و هر روز دوستام هم در حال اذیت کردنم و همین دیگه. بوس.